بچه خیلی خوش اومدید به این ویدیوی جدید باندونونو کاستم روز اومدیم با بازی I've heard your events are legendary and I'd love to be part of it tonight. Thanks. I'm curious why you chose that was not necessary. وقتی حرف You میزنم want a piece of me? Come at me, bro. خب فهمیدی؟ Took you long enough to notice that, genius. اگه یه بار دیگه گو بخوری Big mistake on your part, I assure you. I'd say I'm surprised, but this place clearly lacks standards. گوزو. خب نفره بعدی بفرمایید. I've always admired this venue, and I'm hoping to be energy. خب ببینم خوشگله. That's a nice touch. I appreciate the style. Nice shot, touch. Anything for you. I'm glad I could assist. صدا بازی خیلی بلنده. نمیخوام مثل اون دفعه قبلی بشه. و اینکه شما باید خبر مرگت برفتی همون. میدونی چی میگم؟ سگ با تو دوست میشه. بیا برو گم شو. ما اینجا کثیف ها رو رأی نمیدیم. خب فهمیدی؟ رأی نمیدم. رأی چیه؟ راه نمیدم. سکدور. نفر بعدی یکی از یکی بدتر. YouTube this is ball into mouth. This is not you. چیزی که فکر میکنی ایشون خیلی خانم سالمیه مگه نه؟ پس اجازه میده اینو از دهنش در بیارم چون اسباب بازیه برای بچه ها مناسب، برای بزرگ مناسب نیست. یه برای خوشگلت کنم. یا خوشگل شدی ماشاءالله باریکلا. Why did you do that؟ چون دوست داشتم خیلی خوشگل تر شدی اصلا خانومی. استایل نه منه. خیلی داری حرف میزنی. یه بری بار تو دهنت. سالمی. لباس زشتی هم داری. کی این لباس رو میره باش تو مهمونی خود سرت؟ خب این بیلبیلکت هم بده. بیلبیلکت اینجا اکسسوری های مزخرف رو نمیدیم. اینجا قانون داره. الکی که نیست خانم. الکی که نیست. آره دیگه سوچی رو مهمونی خوش بگذره. بعدی بهنامبانیه. بفرمایید بعدی. خب نمیدونم چی هستی. اسباب بازی کودکانت رو بده. اسباب بازی به درد سنتون نمیخوره عزیزم. عزیزیان آره به دردت نمیخوره. این تتو متوی مزخرفت هم پاک کن بدبخت. تتو متو اصلا چون فکر کنم باهات حال کرد. کیه؟ آره دیگه شاید باهات حال کنم. به فعلا اینو چک کنیم. سالمی ولی این چیزاتو بده. اینا خیلی به درد میخوره. میدوشی میگم بیزینسه دیگه. سیسی برادر کم موهات هم به تراشم چون تو تمیز اومدی اینجا. خوشم اومد ازت. سمی تشریفتو میبری به مهمونی. نه ببخشید بده اینو. آها مرسی. تشریفتو میبری به مهمونی داداش. خوش بگذره. برو آفرین ماشاءالله. این شبیه یه بند خدایی نی. خب این رفت دیگه. چقدر کندی زود برو. تو خانومی صدا اگزوز ماشین میدی. باید جذابت کنم خانومی. جذاب یعنی جذاب لعنتی. این شیطان ویدانتو بده. میخوام به فکرتم. میخوام ندزدن ازت. این مدل موهات هم خیلی مزخرف شده. سیسی آرایشگر ریده تو موهات. میخوام تلاش کنم که خوشگل بشی. من خیلی به فکرتم عزیزم. چی گفتی؟ بیا برو گم شو. آفرین. آفرین. دندونات هم خیلی خوشگل شد. یه ذره دیگه ببینم چه چیزایی داری. هیچی نداری. عالیه. اینم میفروشیم چون آیتم گرونیه. ببینیم تبتو چک کنیم. عالیه.
یا ببینیم مست هستی، چیزی کوفی زرماری هستی یا نه. ماشاءالله مستم نیستی تو. نه دیگه نشد دیگه. این لباس تو بره، برو به عنوان جذاب لعنتی قر بده. آفرین. آره تو دهنه برو عزیزم، خوش بگذره. آفرین بفرمایید. برو پشم. سیسی باید تو باید یک کار خیلی فوری برات انجام بدم. بعد ای وای اول باید صورتتو خوب بشوری. خب میدونی چی میگم، صورتتو شست. خیلی در حرف میزنی، من دارم کمکت میکنم. این کثافتو از رو پیشونه دارم پاک میکنم. کی تو رو اینجوری کرده؟ بعد خراب می‌بینی اونجا ما خرابا رو راه نمیدیم، تو خرابی میری بچه ملت خراب میکنی. آفرین تمیز رو خواهش میکنم. تمیز رو. چند سال هموم نرفتی سیسی؟ من حدودای 2 ساله نرفتم هموم. پیش میاد من تمیزت میکنم رایگان، ولی خب همه چی رایگان نیست میدونی. هر چیزی یه قیمتی داره عزیزم و باید قیمتت هم. یا ابوالفضل میخوای بری بچه مردم چیکار کنی؟ بری بکشی بچه مردم؟ میدونی این چیزا به درد تو نمیخوره. میخوای بری برقصی، بعد میخوای چیکار کنی دیگه؟ وایسا تو اصلا دختر نیستی. تو یه دروغ بزرگی، تو کلاهبرداری. بیا برو بر کلاهبردار. بیا برو بر. من تا الان فکر میکردم تو دختری. بیا برو کلاهبردار. داداش کلاه خفنیه، ولی اینجا کلاه بی کلاه عزیزم. ببین مکسی چی بود؟ قیافت از اینجا بهتره، ولی بیا برات سیبیل تو بزنم. آره لیزر. اینا تاشقال چی بود تو دهنت؟ اینو بده. دهنتو واکن. بگو آفرین. ببین شما احتمالاً خیلی کثیف هستید و ما باید شما رو تمیز کنیم. خب برای همین باید بفهمیم این زیر اول باید چکت کنم. خب شما هیچ مشکلی نداریم ماشاءالله. ببین تفنگ میخوای بری بچه مردم رو بکشی؟ خجالت بکش آقای بزو. شما خیلی بی فرهنگی که میخوای بری بچه مردم رو بکشی. بعد اون تو گرمت میشه، تو نباید لباس بپوشی یا گرمت نمیشه خودت بخواد برقصی بدنسی. آره گفتم هر چیزی هیچ قیمتی داره و تو باید چه دارم میگم کمک. آره بیا بدنت رو بشونیم که بو گل بدی. ببخشید صابون نداریم ولی آبم جواب میده دیگه. آب خود هم میدونی. What is that؟ انجا نهیدی خاک بیسترت. و بیا اینجا چکت کنم. بیا به من مستی چیزی هستی نیستی. بیا اینجا. آره هیچ مشکلی نداری، فقط آخرین چیز رو چک کنم. اگه مشکلی نداشته باشی میذارم بری برقصی. نه دیگه سکوتور. بفرمایید گمشید. نخور تو سرت. بفرمایید گمشید. از این ویدیو خوشتون اومده باشه و فعلا تا ویدیوهای دیگه با من فعلا بابا چنل تلگرام میشه کنید دیگه. فعلا خدافظ.